کسی که عضو اضافی دارد، مثلا انگشت ایلاوگی در دست و در پا، در طهارت و غسل چی باید کند؟ اگر عضو اضافی ایلاوگی مثل انگشت ششم در دست و در پا باشد و به عضو اصلی طهارت چسبیده و متحد باشد، متصل باشد، منفصل نباشد، شستن همین اعضاهای ایلاوگی هم فرض است. اما اگر عضوهای اضافگی به شکل دو دست، دو پا در درجه کیفت، یعنی یک دست اصلی، یک دست اضافگی باشد، در این حالت نظر میکنیم عضو اصلی آن عضو هست که دست اصلی، پای اصلی آن عضو هست که کامل باشد و طبیعی باشد. عضو دیگر عضو ایلاوگی اضافگی نامیده می شود. در طهارت عضوی که چسبیدگی هست، ایلاوگی هست، اضافگی هست، اگر از عضوی از دست طبیعی، از دست اصلی دراز باشد، قسمی درازیش را شستن مستحب است و دیگر قسمش را شستن در طهارت فرض است. اگر عضو ایلاوگی از عضو اصلی دراز نباشد، شستن این عضو ایلاوگی فرض است. لیکن در غسل خلاف طهارت است. در غسل تمام بدن یک اعضا شماریده می شود. از این رو شستن عضوهای ایلاوگی خواه دراز باشد، خواه برابر باشد، در غسل مثل عضو اصلی هست، در حکم شستن آن فرض است.